سوم چیز افتخار کردن و خوش شدن. خوش است که ما، این خوشی اگر به اساس دلیل باشه خو خیلی خوب است، خو لیکن دلیل وجود نداره و خود فکر میکنه مثل که ما در افغانستان کل افتخار داره امام ما امام اعظم رحمت الله علیه است. خیر توی افتخار میکنی، دیگه کس میگه مالکی ها میگه امام ما امام دارالهجرت است، بلکه حدیث پیغمبر علیه السلام مکمل مصداقش امام مالک رحمت الله علیه است که یک وقت زمان میرسه که مردم چیز ده سری شترا سوار شده منزل میکنن و عالم را پیدا نمیکنه مثل عالم مدینه واری. واقعا مصداقش است. امام مالک رحمت الله علیه در مدینه مدرس بزرگ تاریخ است و درس حدیث پیغمبر کرده و در نزدیک به خیر القرون بوده. دیگه وام افتخار میکنه. حنبلیا خو میخیزه میگه مثل امام احمد ابن حنبل واری رحمت الله علیه کسی کتاب در حدیث جمع آوری نکرده، 7 لک احادیث یاد داشت. دیگه او افتخار نکنه، وام افتخار بکنه. امام شوافی بگویه که او امام شافعی رحمت الله علیه سلسله نسبش در پیغمبر علیه السلام میرسه و همچنان امام بزرگی که جامع بین نقل و عقل است، هم فقه را جمع کرده، هم حدیث جمع کرده، اولین تصنیف کرده در اسلام در مورد حدیث. از او خاطر از او که افتخار بزرگ کجاست؟ اگر این افتخار بیان کردن شد، اینی گروه‌گرایی میشه و در شان دیگران تنقیص میآید و اینمی خود به خود منجر به این میشه که عالم دیگه به نظر آدم سبک معلوم میشه، ناقص معلوم میشه. چرا که امام خودتو ما میگیم که هر کس در مستوای خود مقام و منزلت داره و هر کس که در این راه دین زحمت کشیده، اگر او در 4 مذهب است یا بیرون است، به صدها و هزارها علمای دین خدمتا کرده برای دین، خو به مبنا و اساس کتاب الله و سنت رسول الله، اینمی خدمتگزاریشانه ما قدردانی میکنیم، به دیده قدر مینگریم، احترام برش قائل هستیم. خب بله، ولو که خیلی دوست داریم هر عالمه، خو زمانی که قولش خطا میه نمیپذیریم. چرا؟ به خاطری که الله ما را امر به اطاعت رسول کرده، نه به اطاعت کسی دیگره. اینی موضوع امی آیت بود که من الذین فرقوا دینهم، شما از جمله کسان نشوی که دین خود پارچه کردن و خود گروه و کانوا شیعا و هستن گروه. انجیل امی طور کردن، 4 انجیل جور کردن، امی یک دین عیسی علیه السلام 4 دین جور کردن. الله تبارک و تعالی مزمتش بیان میکنه، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروه و هر طایفه به مو قوانین یا نظریاتی که پیششان بود به مو خوش بودن. نمیگفتن که نظریات اموسته که موافق بگه قرآن و حدیث باشه و در اونجا نمیگفت که امون نظریات موافق است که وحی آسمانی باشه. اینی را الله بیان کرد. آلی الله تبارک و تعالی به سلسله نمیگه طبیعت انسان بیان میکنه. انسان ها 2 قسم می باشه. یک قسم انسان های است که در حالت تکلیف و غم صبر شکیبایی داره و یک قسم انسان های است که وا کم ظرفیت است، همت نداره، اصلا قدرشناسی نعمت الله را نمیتونه و نعمت الله را شناخته نمیتونه. از او خاطر اگر 4 دقیقه برش تکلیف آمد، با سعی میکنی که فریادش در کجا رفته، و اگر نه که برش خوشحالی آمد، راحت و نعمت آمد، باز دیگه از دایره چوکات اطاعت خارج میشه، خود کلان میتراشه. مذمت شرک الله بیان کرد. شرک ریشه تمام گناه هاست. اینجا الله تبارک و تعالی میفرماید که شرک عارضی است. در فطرت هر انسان عقیده توحید و یک تا پرستی الله موجود است. آلی به طریق مثال برای ما واضح میکنه. مثالش است که در فطرت وجدان هر کس عقیده توحید الله باشه. اینا آیت برای تیر میکنه. و اذا مس الناس، وقتی که برسه به مردم ضر تکلیف برسه، نمیگه الله که مبرسانم، برسه به مردم تکلیف پشتی سر بر ما میاد. ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد که ظاهر میشه به ما کسبت اید الناس، این نتیجه عمل کرد خود انسانی است. وقتی تکلیف برسه به مردم، دعو ربهم، امی کل مردم که اگر مشرک است اگر مسلمان است کلشان آواز میکنه، فریاد میکنه ربهم، برای پروردگار خود. سیکو در وقتی تکلیف پروردگار در یادشان است. این امیر میگه توحید فطری، منیبین الیه، رجوع کننده است. آلی طرفداری معبودی خود نمیکنه، رای خود نمیکنه، روش خود نمیکنه،
از او پشتیبانی نمیکنه، یک الله را آواز میده. ثم اذا اذاقهم، باز وقتی که بچشانه الله تبارک و تعالی منه از جانب خود رحمتا آسانی را، آسایش و آرامی و نعمت بچشانه. قرآن اشاره میکنه تکلیف و نعمت دنیا به منزلی چشیدن است، دلالت بالای اندک بودن میکنه، کم بودن میکنه، یعنی چیزی خیلی کم است. اگر تکلیف شام است، اگر نعمت شام است. اذا فریق منهم، ناگهان یک جماعت گروه از همین مردم ها بربهم یشرکون، با پروردگار خود شرک میکنن. آیت قرآن چی جالب توجیه میکنه؟ اونجا میگه و اذا مس الناس، وقتی که میرسه به کل مردم درون تکلیف، کلگی شواز طرف الله میکنه. در توحید فطری کلگی هماهنگ است، اگر کافر است اگر مسلمان است. لیکن در مسئله شرک بعضی مردم است. اذا فریق منهم، ناگهان یک جماعت از این مردم ها، کلش نه، مؤمنا در این موقع هم مکمل تابعدار الله است و میدانند که نجات دهنده کیست؟ الله تبارک و تعالی. اذا فریق منهم، ناگهان جماعتی از یا بربهم، با او ذاتی که یارا تربیت کردن. اشاره به چی میکنه؟ ای انسان، دمی وجودی خود خوب دیدی، نشانه های قدرت الله را مشاهده کرده ای، تو را در کدام درجه و مستوى رسانیده، انوز هم نمیشناسی. انوز هم نمیشناسی که کننده امیت امور کیست، اجرا کننده امی امور کیست؟ الله. پس وقت اجرا کننده الله هست، در هر حالت به الله رجوع شود، نه به غیر الله. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ناگهان یک جماعت با پروردگار خود شرک میورزند. شرک امر عارضی بود. الله گفت امر فطری تان توحید الله پابند شوه و شرک نکنه، خدا شریک جور میکنه. لیکفروا، بگذار. الله میگه با پیغمبر علیه السلام اترکهم، بگذارشان، دعهم لیکفروا بما آتیناهم، که عاقبت و انجامشان چی شود؟ ناسپاسی شود به ما، به اون نعمت ها آتیناهم که ما دادیم. ما که کدام نعمت ها را دادیم قدرش نشناخت. فتمتعوا، برش بگو که منفعت بگیره، فایده ورداره دمی دنیا. خب فسوف تعلمون، زود است که باز بدانه انجام و عاقبت ناسپاسی تانه. این نعمت های الله را شما نادیده گرفتی. در موقع تکلیف به الله آواز داده، لیکن این طرف که آمده آلی نظرها را به نام غیر الله شروع کردی. خیرت است. چرا؟ ولا در سخت مصیبت مبتلا شده بودم، الله رحم کرد امرای سخی صاحب. چی میگن؟ بگه الله رحم کرد امرای سخی صاحب. سخی صاحب قطش یک جا شد. الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه. چی میگه؟ حضرت شیری خدا دعای رحمت کنه. دیگه چی رقم میگه؟ خدا بود یارید، علی مددگارید. ایره باز چیسته در بیتا میخواندن و بریازی مست میشودن که خدا بود یارید و علی مددگارید. الله فقط یارید باشه، خب قطعی تو سر و کار نداره، مثل یک رفیق واره، دوست واره. خب اصل مددگارید کی باشه؟ علی باشه. از این که در شرک پخته دیگه کدام است؟ و این در رسانه ها و در تلویزیون ها پخش میشه. یک مسلمان سرش انتقاد اعتراض نمیکنه که بیت شرکیست، بیت خوبی از درست نیست، چیست مساز و موسیقی. خب باز که مملو از شرک باشه او نه. ام انزلنا علیهم سلطانا، الله تبارک و تعالی چی خب دلیل مطالبه میکنه؟ الله میگه سعی کنه فطرت گواهی نمیده بالای شرک، وجدان گواهی نمیده بالای شرک، وحی آسمانی گواهی نمیده بالای شرک، عقل گواهی نمیده بالای شرک. سه قسم دلیل انسان داره که از او تابعداری میکنه و روان میشه. فطرتت برد یک چیزی میگه، عقل سلیم. وحی برات آمده، با دلایل عقلی یک طرف روان است یا نقلی، یا فطرتت برات میگه اینی کارا بکن. خود شرک اینطور امری است که از هر سه طرف دلیل نداره. چرا؟ فطرت خود توحید بدونه بر ما گفت. آلی بیا دیگه وحی است. ام انزلنا علیهم، آیا ما فرو فرستادیم؟ عقیده دلیل منزل میخواه. عقیده به قیاس ثابت نمیشه، به آرا و نظریات مردم ثابت نمیشه، دلیل منزل از الله میخواه. ام انزلنا، یا ما فرو فرستادیم علیهم بالای از سلطانم، دلیل محکم، دلیلی که غلبه کنه دیگه دلایل.
داره کدام دلیل؟ فهو یتکلم، بیان میکنه امی شرک، اثبات شرک بیان کنه. دلیل خو بیان نمیتونه. اینطور دلیلی واضح باشه، مثل که یک آدم قدر وضاحت داشته باشه تو گویی که بیان کننده باشه، با زبان گویا باشه. یک مطلب. دوم مطلب، ام انزلنا، آیا ما فرستادیم علیهم بالای از یا سلطانا ملکه که حجت شوه، یا تکلمو که تکلم بکنه، سخن بگویه، به ما کانو، به آن چیزی که این مردم است، بهی به او چیز، یشرکون، شریک میسازند با امرای الله تبارک و تعالی، در علم، در تصرف، بگوی در شنیدن بلا وسیله، به شفا دادن بلا وسیله، به خبر شدن بلا وسیله، مثل که شرکا در مردم ما رواج است و مکمل اینمی را پیروی میکنه تا آخر عمره، تا آخر عمره. آیا سند و دلیل وجود داره؟ پیش کنن یک دلیل. نه آیا ملک به این نازل شده؟ عقیده را که تو ثابت میکنی باید سند داشته باشی، دلیل منزل داشته باشی، نه دلیل عقلی داری. عقلم تقاضا میکنه که کسی نعمت داده شکرگزاری از او را بکو، تعظیم از او را بکو، پیدا الله کرده، رزق الله داده، در مستوای درجه کمال الله تا را رسانین، اما سری سجده را به غیر الله پایین کو. ها؟ یه عقل قبول داره؟ نه وحی منزل، نه عقل، نه وجدان و فطرت. و اذا اذقنا الناس رحمتا، عام حالات مردم الله علی بیان میکنه. وقتی که می چشانم مردم رحمتا، رحمتا، معلوم شد که هر قدر نعمتا و رحمتا میایه از جانب الله حق ما نداریم. داریم؟ الله فضل احسان میکنه، رحمت خدا میفرسته. فریحو بها، خوشوقت میشوند به نمی رحمت الله. و ان تصبهم سیئه، اگر برسه برشان سیئه، تکلیف، رنج، مشقت، نه اینجا اگر سیئه برسه نمیگه الله که من میرسانم، بما قدمت ایدیهم، به سبب آن چیزی که دست خودشان پیش کرده. قرآن بر ما میگه رنج و تکلیفی که برات میایه بدانی که یک کمی کجی تو پیدا شده، بدانی که در تو کدام کجی پیدا شده. چرا؟ این عکس العملی، عملی زشتی توست، نتیجه عملی زشتی توست. چرا اینطور میشه؟ پشتی سر بخیر در دیگه چی میه بر ما؟ در سوره سجده الله میفرما قبل از عذاب بزرگ، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. این حالتهای ناگوار که در زندگی انسان میایه، این برای بیدار کردن ما میایه که ما در خواب غفلت فرو رفتیم، راه غلط تعقیب کردیم، آلی نتایج غلط دیده رایستیم، دستی توقف بکنیم و راه خوب انتخاب بکنیم. از همون خاطر است که انسان باید درک بکنه که چی خلا در ما موجود داره، ما باید خود اصلاح بکنیم. هر تکلیف و رنجی که به انسان میرسه حتما اونجا یک گپی هست، این نتیجه عمل است. خب وقتی که تکلیف به مردم میرسه چی میکنه؟ اذا هم یقنطون، ناگهان مایوس میباشه، تو گویی که دیگه الله تعالی هیچ حالت تغییر نمیده، بدل نمیکنه، همین قدر مایوس میباشه. حالان که انسان، قرآن برای ما چی درس میده؟ مال و ناز و نعمت و خوشی و عیش این اسباب فخر و غرور نیست، اسباب ازی نیست که تو محترم شدی و نه تکلیفا که سرت میاد، این سبب ازیست که تو بالکل دیگه خطا شدی، دیگه الله تو را رحمت نمیکنه. نه، الله تبارک و تعالی تو را تنبیه و آگاهی میده. اگر انسان در دنیا یک کمی تکلیف نبیاره، باز میبینی که در کجا میرسه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، یا فساد در زمین شروع میکنه. ندیدی امین مالدارا چقدر فسادا را میکنه؟ عیاشی، ظلم، چیست ملک و مال مردم گرفتن، رشوتا دادن، کل تجارتا را در قبضه خود آوردن. کدام کار است که نمیکنه؟ یا الله تبارک و تعالی اگر این تغییرات نمی آورد، حالی دنیا در کدام حالت می رسید؟ خب مؤمن طور نیست. مؤمن در حالت تکلیف صبر میکنه و دیستی متوجه میشه که کدام عملی ما خطاست که ما دوچاری همچه مشکل شدیم. اگر تکلیف سرش میاد، ناامید نمی باشه از رحمت الله، میگه الله برام اجر میده، پاداش میده. اگر نعمت برش بیا، بازی طور تکبر نمیکنه، خوش و خندان نیست، میگه از جانب الله است، ما باید شکرگزاری بکنم. آیا نمیبینن این مردم؟ نمیبینن. یعنی این خوب به چشمم مشاهده میشه
که الله تبارک و تعالی به مردم ها رزق تقسیم کرده رویست. یک آدم عالم هم است، عاقل هم است، اولاد هم زیاد داره، لیکن که میبینی در خانش نان پیدا نمیشه. یک آدم بیعقل است، جاهل است، هیچ چیز هم نمیفهمه، میبینی که دروازه های رزق برای شیلاست. چرا این کار میکنه الله تبارک و تعالی؟ الله براتون فلسفیش میگه اولم یرو ان الله، یقینا نمیبینن که الله تبارک و تعالی یبسط الرزق، فراخ میسازه روزی را، لمن یشاء، به کسی که الله بخواه. به این نیست میگم و یقدر، تنگ میسازه. بله الله تبارک و تعالی فراخی و تنگی رزق به این مربوط کرده که کسی محنت میکنه، اسباب رزق آماده میکنه، کار روزگار ایره برای ما امر کرده. وابتغوا من فضل الله، از احسان الله طلب بکنه، برای کوشش کنه. خواهایا با کوشش ها میشه؟ نه، حتمی نیست. چرا حتمی نیست؟ به خاطری که مردم درک بکنه که اسباب مؤثری واقعی نیست. کل اعتماد سری اسباب کردن کاری درست، ماورای اسباب هستی و ذات دیگری است که کل اختیارات قطعی از اوست. یک آدم بسیار تلاش میکنه، شب و روز میدوه، اما هیچ چیز هم حاصل نمیشه. یک آدم قرار در خانه نشسته است، سعی میکنی از یک طرف برش بگوی پول و پیسه میرسه. به خاطر عزیز که ذهن تو جور شوه که بله اسباب هست، در مرتبه سبب قرار داره، خو مؤثر نیست. مؤثر حقیقی کیست؟ الله تبارک و تعالی. پس وقتی که این معامله در اختیار الله قرار داره و الله تقسیمات کده، کسی را زیاد کسی را کم، انسان خفه نشوه. شده میتونه در حق تو امی مالی کم، امی فقر، امی ناداری، امی تکلیف در حق تو خوب باشه. چرا خوب نباشه؟ در صورتی که یک مؤمن یک چیز گم میکنه که در یک جیب دست خدا میبره، در اون نیست، تا که در دیگه جیب دست خدا میبره، امیرم الله اجر برش نوشته میکنه. خیر، الله خواسته که تو را اجر بده. و در حدیث از پیغمبر علیه السلام میگه کدام مرتبه را که برای بنده مؤمن خود الله مقرر کرده، اگر به طاعت و عبادت او را در اون مرتبه رسیدن نمیتونه، الله را دوچاری چی میکنه؟ تکلیفا و مصیبتا میکنه تا که در اون درجه برسه، به او درجه برسه. خب بله، قرآن برای ما میگه که وقتی تکلیف میرسه انسان باید یک متوجه به جان خود شوه که کدام عملی ناشایسته از من انجام داده میشه، چه کاری ما خراب از خلاف شرع است. چرا؟ باید آدم متوجه شوه، چرا که عمل کرد دست خودی ماست. ان فی ذلک، یقینا دی تنگی رزق و دی فراخی رزق، لآیات، نشانه های بزرگی قدرت الله و دلیل یکتا پرستی الله است، لقوم یؤمنون، برای قومی که یقینا باور داره که بله رزاق الله است، تنگی و فراخی رزق در اختیار از اوست، اتکا به اسباب نمیکنه. وقتی که تنگی و فراخی در اختیار الله است، پس کدام امر و فرمانی که الله میکنه بدانی که توسط از او کمی در مالت نمیه. فآت، بده، ذل قربا، صاحبای رشته را، قرابت، حقه، حق از او را بپرداز، حق از او را بپرداز. هر کس که رشته داریت است، قرآن تعبیر به حق میکنه. چرا به حق میکنه؟ منت و احسان نگذاری که امرای تو اینی خوبی کرده ایم، نه، او حقش است، او حصه واجبه و ضروری سر تو بود. الله سر تو احسان کرد از مال، تو باید حق از او را بپردازی. چرا؟ پیش نگفتیم که ما زندگی مکمل امتحان است، علم برات داد الله امتحان است، قدرت و توانایی داده امتحان است، مرتبه و منزلت داده امتحان است، مال داده امتحان است که آیا در اینمی امور حق الله را مراعات میکنی، فرمان الله را اجرا میکنی یا نمیکنی؟ کدامش؟ این حق است. والمسکین، قرآن خبر ما میگه فآت ذی القربا، وقتی که مال الله برات داده فراخ کرده رزق، واجی صاحب او سرمایه دار، فابریکه دار، او چیسته شرکت دار، تانگی تل دار، او را چی میگه؟ نمیگه که میلاد کو، میگه نه، فآت ذی القربا حقه، صاحب رشته دار حقش بپرداز. شرکت داره لیکن همشریش که قطعی دمی مال شریک بوده یا خبریش هم در یک سال نمیگیره، میمانیش هم نمیکنه، خب باز در کار خودنمایی فلانی حاجی صاحب 10,000 داد، 10,000 داد. چرا؟ در میلاد 10,000 داد. میگه
قرآن بعد از چی میگه؟ والمسکین. نمیگه وکیلا واجا جمع شوه جمع کنه بخوره. قرآن میگه والمسکین، بده حق مسکینه. مسکین کی است؟ که دمی هوای سرد بیرون ده یخ افتاده، لنگ، کور، شل، شورت، سیاسر، تفلک، اینمی طور میلرزه، به نام الله از پیشت سوال میکنه و تو چیزی داده رایی نیستی. او تو جنابی عالم و تو جنابی حاجی و ملک جمع کدیده بیایی که میلاد است. اگر ای به خاطر رضای الله باشه، وقتی که کلی پیسه جمع شد ملا صاحب بگه که او مردمی را به خاطر چی داده؟ رضای الله، به خاطر که خوش هستیم که پیغمبر تولد شده. خیلی خوب. قرآن امر میکنه دمی محله ما و شما اونمونجا بیوه است، هر روز تفلکای خود رایی میکنه برای گدایی. بیایی که امیر برای ازو بدیم که زمستان گرم و نرم تیر کنه. کس آماده است که بدالی؟ بگوی اگر صدقه و خیرات است. کلا ای صدقه و خیرات نیست، این میله است. ای که ملا نمیدانه، عالم نمیدانه، او جدا مسئله است.